سه تا معامله‌ای که این هفته ما باز کردیم رو می‌خوایم بریم بهش بپردازیم، ببینیم که چرا ما این معاملات رو باز کردیم و به چه علتی این معاملات باز شده و تا کجا ما باید باش می اومدیم. این دو تا ناحیه‌ای هستش که ما دوشنبه توی تحلیل هفتگی گذاشتیم و گفتیم اگر این اتفاقات بیفته ما با اینها معامله انجام میدیم. اگر سقف خودش رو رد بکنه و پول بک بهش بزنه ما تا این سقف میتونیم ریسکش رو بکنیم. این دقیقاً مثال همون چیزی که بهتون گفتم اگر بازار رو رد بکنه بیاد روش و یک پول بک بزنه ما ورود معامله رو انجام میدیم. درسته؟ کندلی که برای من ساخته و بعدش اومده تاییدش کرده با این تک کندل سبز، معامله من بالای اینجا اوردر گذاری شد و با این کندل سبز بعدی باز شد خود به خود. استاپ من کجا بود؟ استاپ من زیر این پین بار بودش. من یه ذره چارت رو خلوت بکنم که قاطی نکنه. خب درست شد. پس ما یک تک ناحیه اینجا که با پول بک بهش معامله‌مون رو باز کردیم، استاپ زیر این پین بار و اینم که اوردر اون هستش که با این کندل باز شد. تک کندلی که اومد بالا هیچی. کندل بعدی که پرقدرت برای ما بسته شد ما یک جورایی فهمیدیم که این قله رو رد کرده و روند رو یه جوری دست خریدارها میدیدیم. بعد از بسته شدن این کندل استاپ ما از این ناحیه اومد توی نقطه ورودمون قرار گرفت که اگر از اینجا بازار برگرده حداقل یه بر ما بسته بشیم. توی این قسمت ما باید معامله‌مون رو مدیریت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه این کندل ها توی بازار اتفاق میفته ما دوباره کندل سعودی دیگه میبینیم اینجا و اینجا بود که ما استاپمون رو اومدیم زیر این کندل فیکس کردیم و 50% معامله‌مون رو بستیم. کجا؟ روی این ناحیه که بسته شده بود. تقریبا آر 1/4 رو ما داشتیم روی اینجا توی طلا. بازار برگشت اومد پایین با 3 تا کندل قرمز. ما باید منتظر میمونیم اینجا که ببینیم چه اتفاقی میخواد توی بازار بیفته. کندل بعدی که میاد توی بازار این پینبار سبز رنگ هستش که دوباره برای ما نویده اینو داشت که بازار میخواد به سمت بالا صعودی بشه. استاپمون رو من از اینجایی که هستش آوردم گذاشتم پشت این کندل، یعنی پشت این آخرین کندل پرقدرتی که رفته بود به سمت بالا، چون امکان این داشته که بعد از این دوباره برگرده و من اگه استاپم رو میذاشتم اینجا امکانی که لمس بشه خیلی بیشتر بود. بازار دوباره کندل سعودی خودش رو شکل داد، همون جوری که نظرمون بود که از اینجا دوباره میخواد به سمت بالا بره همین اتفاق افتاد و استاپ من اومد الان پشت این پینبار قرار گرفت. و بعد از اینکه این کندل قرمز اومد توی سقف برای ما نمایان شد من ریسکش رو نکردم و آخرین جایی که بسته شد من معامله رو دستی بستم. اگر بخوایم حساب بکنیم از استاپی که اینجا بود ما یک ریوارد این اندازه‌ای رو از بازار گرفتیم. ریسکش رو نکردیم و ببینید بازار بعد از اینکه ما اینجا بستیم خیلی بیشتر، یعنی نصفش رو دوباره رفته بالا، ولی این چیزی هستش که ما باید مدیریتش بکنیم و نباید در نظر بگیریم که وای اگر نبسته بودم خیلی بیشتر سود میکردم. نه اصلا اینجوری نیست. ما باید طبق استراتژیمون بریم جلو و اون معامله رو مدیریتش بکنیم و بهترین کار این بود که ما اینجا توی سقف ببندیم معامله‌مون رو. و معامله بعدی روی جی پی یو اس سی هستش که اونم دقیقاً به همین صورت ما این دوتا ناحیه رو داشتیم و اومد روی اولین ناحیه‌مون و یک کندل تاییدیه به من داد. اوردر من اینجا فعال شد بعد از اینکه ناحیه‌ام رو رد بکنه و در نهایت استاپم هم این زیر بود. بازار داشت خیلی بیجون حرکت میکرد و من احتمال اینکه این قله ها براش مزاحمت ایجاد بکنه تیپی رو تو همین قله ها فیکس کردم، یعنی اینجا که اومد با این کندل سبزی که اینجا بودش خورد بهش و بازار بسته شد و از اینجا دیگه بازار بازی خودش رو در آورد و دیگه بقیه بازار برای من اهمیت خاصی نداشت. و اینم بود از معامله جی پی یو اس سی که دقیقاً با این پینباری که به ما تایید داد ما ورود به معامله رو انجام دادیم، ولی خیلی اذیتمون کرد تا بخواد به سمت تیپی بره. شما دقت بکنید اینجا با 3 تا کندل ریزشی شد و اینجا با حداقل 25 تا کندل رفت خودش رو برسونه به تیپی و احتمال اینکه اینجا بازار ریزشی بشه خیلیه به خاطر اینکه بازار جون خیلی سعودی نداره. و اما معامله آخر یا همون یو اس کد من این ناحیه ها رو بردارم که قشنگ‌تر بازار دیده بشه. خب ببین دقیقاً ما این ناحیه هم هفته پیش داشتیم و این سقف گفتم بهتون خیلی برای ما حائز اهمیته. زمانی که اومد اولین برخوردش کرد و ریخت دوباره امتحان کرد، دوباره محک زد و از اینجا اگر میرفت میشکست پول بک میزد خب ما باید به سودش فکر میکنیم مسلم، ولی وقتی دوباره اولین پینبار رو داد من اعتماد نکردم و قرمز شد. دومین پینبار رو که داد من گفتم که خب اوکی این ناحیه پس خیلی قویه، اولین بار ریخته دومین بار نتونست دوباره رد بکنه و دوباره میخواد ریزشی بشه. اوردر من زیر این
کندل گذاشته شد و استاپش هم دقیقا پشت همون کندل فیکس شد. ببینید من مجبورم به ناحیه‌ام اکتفا بکنم، یعنی من نباید نگاه بکنم که خب ناحیه من رد کرد پس من باید باش میرفتم. نه، من نمیام بگم انقدر بازار من گرفتم، من دقیقاً تا ناحیه‌ای که براش مشخص کرده بودم. ببینید بازار بعد از باز شدن با این کندل دوباره برگشته به سمت بالا و دوباره به این ناحیه خورده. دفعه سومین بار ریزشش رو ببینید تا کجا اومده. وقتی بازار نصف ریوارد من اومده بود، من استاپم رو از اینجا آوردم نقطه ورودم و نصف معامله رو بستم. با برخوردی که اینجا داشت بازار، کندل قرمزی که نزولی اومده به این ناحیه خورده و دوباره حالت پینبار شده، خب احتمال اینکه بازار از اینجا برگرده بسیار بالاه، مگر اینکه دیگه یا اخباری دخیل باشه یا اینکه نه قدرت فروشنده ها زیاد باشه. و من تیپیم رو تا همینجا تنظیم کرده بودم که اومد تیپی من رو زد و برگشت رو به بالا و دوباره بازار ریزشی شد و از اینجا دیگه ببینید برای من اهمیتی نداشت. یک بار به این ناحیه من اهمیت نشون داده و دوباره وقتی ریزشی شده احتمال ریزشش هست و نمیشه ریسک اینو کرد که ما صبر کنیم بعد از پین بار ببینیم چه اتفاقی میفته، چون 90% مواقع وقتی پین بار تشکیل میشه دوباره میافته تو حالت رنج خودش، یعنی میخوره به این سقف، میریزه، میخوره به این کف، میره به سمت بالا. این بود از 3 تا ناحیه‌ای که ما معاملهشون کردیم و امیدوارم که شما هم گرفته باشید این معاملات رو. هفته پرسودی رو براتون آرزو میکنم و از دوشنبه هایی که ما تحلیل هفتگی میذاریم این ناحیه‌ها رو برای خودتون مشخص کنید توی چارت، ببینید که بازار به اینا چه ریاکشنی نشون میده. یعنی نمیخواد باش معامله انجام بدید، فقط نگاه کنید ببینید که بازار چجوری به این ناحیه‌ها احترام میذاره. خسته نباشید دوستان.